یه شکرگزاری که خیلی وقتها فراموش میکنیم انجام بدیم، سپاسگزاری از اعضای بدنمون هستش. بدنی که از لحظه تولد در کنارمونه، بدون هیچ توقعی برای ما کار میکنه، نفس میکشه، میجنگه، حتی وقتی ما ازش ناراضی هستیم. خیلی خوش آمدید به قسمت 4 فرکانس جذب. ما انسان ها معمولاً تا وقتی که یه قسمت از اعضای بدنمون درد نگیره متوجهش نمیشیم و قدر نمیدونیم، اما هر روز میلیون ها سلول در سکوت دارن برای زنده موندن ما تلاش میکنن، بدون اینکه ازشون بخوای. هر روز دنیا رو برات روشن میکنن، هر روز دنیا رو برات زیبا میکنن. قلبت بیوقفه میتپه تا زندگیت جاری بمونه. پاهات تو رو به جاهایی میبرن که آرزوها در انتظارشن. بدن ما معجزه است و وقتی ازش قدردانی میکنیم ارتعاش سلامتی و عشق رو به کل وجودمون ارسال میکنه. میخوام بهت یه تمرین خیلی ساده بدم، ازت خواهش میکنم که با دقت انجامش بده. لطفاً همین الان چشمهات رو ببند و یه نفس عمیق بکش و با من تکرار کن. ممنونم از چشمهام که هر روز زیبایی های دنیا رو به من نشون میدن. ممنونم از قلبم که بیوقفه برای من میتپه. ممنونم از ذهنم که هر روز یاد میگیره و منو رشد میده. ممنونم از دستهام که به من قدرت خلق کردن، لمس کردن و در آغوش گرفتن عزیزانم رو میده. ممنونم از پاهام که من رو در مسیر زندگی جلو میبرن، حتی وقتی خستن. ممنونم از بدنم که با وجود تمام فشارها هنوز با عشق برام کار میکنه. و ممنونم از خودم که هنوز ادامه میدم با امید، با عشق و با ایمان. حالا یه نفس عمیق بکش و کاملا حسش کن. این ارتعاش شکرگزاری دقیقاً همون فرکانسیه که سلامتی، عشق و آرامش رو وارد زندگیت میکنه. پس از امروز هر بار که جلوی آینه می ایستی، به جای دیدن نقص ها و ایراد گرفتن از خودت فقط یک جمله بگو سپاسگزارم بدنم که برای من کار میکنی. همین یه جمله ساده میتونه کل زندگیت رو تغییر بده، چون وقتی با بدنت مهربون میشی فرکانس وجودت هم بالا میره و جهان به همون فرکانس تو پاسخ میده. اگر حس خوبی گرفتی توی کامنت ها واسم بنویس من از بدنم سپاسگزارم و این انرژی زیبا رو با بقیه به اشتراک بذار. امیدوارم همیشه خوش فرکانس باشید. تا دیداری بعد، بدرود.